سلام، روزتون بخیر باشه، روز خیلی خوبی داشته باشین. به یک ولاگ جدید خوش اومدید. فقط من نمیدونم که این روزانه است یا هفتگی. فکر می‌کنم هفتگی باید باشه. اول اصلا رفتم پایتخت اول صبح و یک پایه جدید گرفتم. این 600مین پایه‌ایه که من تا الان گرفتم. ببین همشون میشکنن، جنساشون آشغاله متاسفانه. یعنی اینو گرفتم، اگه ببین من فکر کنم اینوری، آره اینوری بگیرم. اینه از برند خیلی خوبیه، خیلی هم گرون بود واقعا. به نظر من هزینه‌اش خیلی زیاده این پایه ها. وای من تو خودم رو نگاه کردم و دوربین نگاه کردن هنوز مشکل دارم، یادم میره. ولی بریم که یه ویدیو برای اینستاگرام بگیرم ببینیم چه خبره. من گفتم با هم دیگه آنباکسش بکنیم پایه جدید و ببین این یکی از بهترین پایه ها بود. من ناخونم هم خیلی بلنده. یکی از بهترین پایه ها بود و اینم واقعا اگر من بشکنم دیگه نمیدونم. عزیز باز شد دیگه. و از پایتخت خریدمش. اگه قیمتش هم میخوایم بدونید 1,500,000 از طبقه سوم. فکر همه جا داره دیگه. حالا من رفتم پایتخت گرفتم. خیلی سخت داره در میاد. هم بلنده، هم خیلی پایه بلندیه، همین که خیلی میبینی کوتاه شدهش انقدر خیلی خوبه. هم میشه اوکی. بند و بساط اوکی. این شکلیه، چون ببینینش این شکلیه. و این رو دوربینم بسته میشه ها. ریموت هم این در میاد. این در میاد دیگه. نه این باید ببینیم که چطوری وا میشه. چه با کلاس. ببین آره کوتاه بودنش، ببین چقدر این خوبه، چقدر جای بدی من دارم این کارو میکنم. کوتاه بودنش خیلی خوبه و این باید ریموت داشته باشه، ولی من نمیدونم که این چطوری باید در بیاد. دفترچه‌شو نگاه کنم، فکر می‌کنم در میاد. یه ریموتی هم داره. بریم که ریل جدید بگیریم برای اینستاگرام. امروز دوشنبه است. منم ببین اصلا حوصله کار کردن نداشتم، اصلا خیلی مود خیلی پایین داشتم امروز و گفتم دیگه اوکی بذار سر بخوابم. تا ظهر خوابیدم و رفتم بیرون، باز خودم گشتم، چند تا پاساژ رفتم و بیشتر به خاطر کتاب رفتم. خواستم کتاب جدید بخرم، برای کتاب رفتم. چیزای باحال گرفتم. اولین چیزی که گرفتم اینه، یه بورد گیمه، اسمش لوته. خیلی فکر میکنم چیز ساده ای باید باشه، بامزه است. ساده و بامزه است. من خیلی بورد گیم دوست دارم ولی خیلی پیش نمیاد که بازی بکنم. یه دونه اصلا دارم خیلی بورد گیم خفنیه ولی اصلا پیش نمیاده بازی کنیم. من همسرم خیلی حوصله نداره برای این. حالا این خیلی ساده است، گفتم امشب بازی بکنیم. به نظرم باحاله. حالا با هم دیگه آنباکسینگش هم میکنیم. دیگه چی گرفتم؟ خریدای روستا. شب یه چای زعفرونی بزنیم و با شیرینی. چند تا شیرینی گرفتم که باش بازی هم بکنیم، ببینیم که چی پیش میاد. فکر کنم شب چیلی داشته باشیم. و آها شرکت فرشته، خیلی شرکت خوبیه. من خیلی ازش خرید میکنم، خیلی میرم اونجا. 2 تا کتاب جدید گرفتم. یکیش هملته. اینو اول همسرم فکر میکنم میخونن، بعد خودم.
برای ایشون گرفتم ولی با هم میخونیم. این ترجمه خوبیه، ترجمه علیرضا مهدی پوره. ترجمه های دیگه هم داره ولی من خیلی پرسیدم گفتن که این من دوباره قاطی کردم، این ترجمه خیلی ترجمه بهتریه. و ژانر مورد علاقم اساطیری، اینو گرفتم. من خیلی از این کتابا دارم و این به نظرم خیلی جالبه. اساطیر خاورمیانه هم هستش. اینم عباس مخبر. دیگه برای شام خرید کردم دم پختک میخوام بذارم، باقالی زرد گرفتم. ببین من عاشق دم پختکم با سیر ترشی. اصلا ببین اونم سیر ترشی که قدیمی شده، الان مالا فکر کنم 5-6 ساله است. ببین فوق‌العاده است. بریم که یه دم پختک درست بکنیم با سیر ترشی و همین دیگه. زمینی رو ببر یه جایی بذار که آبش بره، اونو میارم بذاره. میخوام چیز کنم بذارم سرخ